آقای تو ببخشید اخیراً یه بحثی مطرح شده در مورد آقای بابک زنجانی، گفتن شما با ایشون است که دیداری داشتین توی ایام انتخابات، این صحت داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این حرفا طبیعی است که این چیزایی گفته میشه. هر وقت شما مبارزه با فساد رو صداشو بلند کنی، به قول آقا نعره های بلند خواهد شد. من از آقای بابک زنجانی رو تا امروز ندیدم، چه ایام انتخابات چه قبلش تو کل عمرم. این که بعضی این کسا رو این مطالب رو مطرح میکنن چون میدونن چه فسادی صورت گرفته، چه حرکت هایی رو انجام دادن و خوشبختانه دادگاه داره این رو پیگیری میکنه و هرچی نزدیکتر میشه به اونها صداشون بیشتر بلند میشه و اینا یه حرکت های فرار رو به جلوست. این بحثی که در مورد کرسن میگن مناظره تو همین داستانی؟ بله، کرسن که من عرض کردم جای متهم تو دادگاه است نه توی مناظره. من معتقدم اگر اون ابعاد پرونده کرسن برای مردم عزیز ما روشن بشه و این همین متهمان وقت بعد سوراخ‌موش پیدا کنن از ترس مردم، نه از ترس دادگاه و احکام و اینها، از ترس افکار عمومی که خب شما باید جواب بدی در برابر چنین رفتارهای غلطی و خیانت‌هایی که صورت گرفته. خوشبختانه البته تا جایی که من شنیدم احکام زیادی در قضیه کرسن صادر شده، احکامش دادگاه صادر شده و افراد که در این قضیه متهم بودن محکوم شدن. بدون درشتشون هم رسیده؟ حالا داره تو اونجا هم میرسه که اونها رو بیان میکنه. به اونا نزدیک شده که بله، وقتی که نزدیک میشه طبیعتا صداشون در میاد، فرار رو به جلو میکنن. اون به نظر من اون موقع افکار عمومی وقتی که روشن بشود در این باره، که من اینجا از قوه قضاییه میخوام این قضیه رو برای مردم انشالله وقتی که دادگاه احکامش صادر شد و روشن شد طبق قانون اون موقع روشن بکنن که چه موضوعی بوده و چه صورت گرفته. همین دروغ‌هایی که گفته میشه مثلا با دیدار با بابک زنجانی، این یعنی چی؟ همین خودش یک شاهده. همینایی که ادعای بحث دارن اصلا از اساس دروغه، نه اینکه بگیم در فلان تاریخ انجام نشده یا در فلان موضوع انجام نشده. حالا که اومده دروغ‌تر گفته حتی تو ایام انتخابات بود. من اصلا تو عمرم بابک زنجانی رو ندیدم. یعنی میخوام بگم این همینا نشون میده که در مبنای چه دروغ‌های روشنی کسانی برای فرار از اون اتهام‌های بزرگ، فرار از اون مفاسد بزرگ، اون رفتارهای غلطی که باعث شده به ملت، به مردم، به بیت المال ضربه‌های بزرگ بخوره، حالا دارن فرار به جلو میکنن. اینا چیزی نیست. ما این مسائل من تو انتخاباتم گفتم، تو مناظره‌ام عرض کردم به مردم شریفمون. بله، وقت من کسی نیستم که در مقابله با فساد، در مبارزه با فساد با 4 تا دروغ و 4 تا مطالب اینطوری بخوام صحنه رو خارج کنم یا جا بزنم، بلکه سفت‌تر خواهم ایستاد و میدونم هم صدای اینها بلند میشه و اینها امروز نگران اینن که مبارزه با فساد یه پشتوانه 14 میلیونی پیدا کرده حداقل، اگرچه همه مردم ما در برابر فساد جدی هستن. اما میدونم بالاخره اگر وقتی که چنین مطالبی مطرح میشه باز 14 میلیون مردم میان در این قضیه اعتماد میکنن و رأی میدن، اینا میخوان این اعتماد رو به اصطلاح خودشون ضعیف کنن. نه، این مردم احتمالاً اتفاقاً با بصیرت اومدن، میفهمن این بحثا رو، اهمیت این موضوعات رو میدونن، هم رأی به جهش کشور دادن 14 میلیون، هم رأی به مبارزه با فساد دادن، هم رأی به ایستادگی در برابر فشار خارجی دادن. اینا اون بحثای جدی است. تا اینکه حالا شما میبینید تو این چند روز بعد از اینها اینا یه همچین رفتارهایی نشون میدن، اینا همون به اصطلاح تلاش‌های مذبوحانه است که به جایی نخواهد رسید.